سلام، عرض ادب و احترام خدمت بینندگان برنامه قاب سرا. همونطور که میدونید بازگشت ترامپ به کاخ سفید شرایط جدیدی رو در عرصه سیاست خارجی آمریکا به ویژه در قبال ایران ایجاد کرده. تهدیدات مکرر ترامپ علیه برنامه هسته ایران و حمایت‌های آشکار وی از اسرائیل نشان از این داره که سیاست دیپلماسی سختگیرانه علیه ایران رو ترامپ دنبال خواهد کرد. موضوعی که اینجا متمایز کننده هست تیم جدید ترامپ هست، تیمی متشکل از تندروها و میانه‌روها که شرایط تقریباً عملگرایانه ای رو در راهبرد سیاست خارجی ترامپ ایجاد کرده. این ترکیب جدید در کنار نفوذ فزاینده لابی‌های اسرائیل شرایط رو میتونه برای ایران سخت بکنه و تهدیدها و فرصت‌هایی رو برای ایران ایجاد بکنه. پرسش اساسی امروز برنامه قاب سرا این هست که روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید چه تهدیدها و فرصت‌هایی رو متوجه ایران خواهد کرد و ایران میبایستی چه راهبردی رو در برابر اون اتخاذ بکنه. برای بررسی دقیق‌تر این مسئله در خدمت دو تن از اساتید برجسته روابط بین الملل هستیم. جناب آقای دکتر ابراهیم متقی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر حیدرعلی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. با ما همراه باشید. آقای دکتر، تحلیل حضرت عالی از اقدامات و مواضع اخیر ترامپ در قبال ایران چی هست و به نظر شما ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دوره اول داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این هستش که اندیشه نخبگان و مقامات اجرایی بر اثر مرور زمان باز تولید میشه. ما این وضعیت رو در رابطه با خیلی از زمامداران دیدیم که در یک دوره از ریاست جمهوری و یا مسئولیتشون رویکردهاشون محافظه‌کارانه بوده و در یک دوره دیگه رادیکال شده و یا رادیکال ها محافظه‌کار شدند. الان کابینه ترامپ نشون میده که یک تغییرات بنیادین در ساختار شکل گرفته. در دوره اول ریاست جمهوریش تمامی محافظه‌کارها رو و تمامی نئوکانها رو وارد عرصه کابینه کرد، ولی نتونست به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنه. خیلی ها رو برکنار کرد، خیلی ها خودشون رفتند و یک فضای پرمخاطره‌ای براش ایجاد شد. تنها کسی که باقی موند پومپئو بود. علتش هم این بود که پومپئو یه نظامی بود و نظامیان کلاً از قالب‌های تطبیق پذیری ساختاری بیشتری برخوردارند. به همین دلیل در کابینه ترامپ پومپئو باقی موند. در فضای موجود یه نوع خانه‌تکانی جدی شکل گرفته. نیروهای جدیدی وارد کار شدند و این نیروها رویکردهای نوینی دارند. بحث اصلیشون این هستش که جهان در چه وضعیتی قرار داره و امریکا در کجای جهان قرار داره. فضای جدید نشون میده که امریکا امروز تونسته یک نقطه عطفی رو سپری بکنه که مبتنی بر تحول تکنولوژیکه. یعنی امریکا از حوزه جامعه شبکه‌ای عبور کرده و وارد عرصه هوش مصنوعی شده. معادله قدرت در فضای جدید طبیعی است که مازاد بیشتری رو براش ایجاد میکنه. به خاطر همین مازاد بیشتره که ترامپ در گام نخستین درگیر شده با کشورهای اروپایی و میخواد یک انگاره جدید رو در پیش بگیره. این جدال با کشورهای اروپایی از دوره جورج بوش پسر شروع شد. در اون مقطع زمانی جورج بوش بحثش این بود که ما یک اروپای
پیر و کهن داریم و یک اروپای جدید و میخوایم وارد فضای اروپای جدید بشیم. ولی واقعیت اینه که مبانی اندیشه‌ای امریکایی و اروپایی با هم دیگه به شدت متفاوته. رابرت کیگان تو اون کتاب قدرت و بهشت میگه که اروپا به دنبال بهشته و میخواد این بهشت رو از طریق حقوق بین الملل، نهادهای بین الملل، چند جانبه گرایی تأمین بکنه، در حالی که امریکا بر اساس قدرت عمل میکنه. وقتی که بر اساس قدرت عمل کردی در حوزه سیاست بین الملل، این رو ما و همه دوستان ایرانی که در عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار دارن بدونن که محور اصلی کنش و تحقق اهداف تابع از معادل قدرته. یعنی شما قدرتت که ارتقا پیدا کنه میتونی اثر بخش باشی، قدرتت که کاهش پیدا کنه میزان اثر بخشیت کاهش پیدا میکنه. بنابراین ترامپ امروز این شانس رو داره که تونسته از فضای جدید به نوعی فناوری هوش مصنوعی در عرصه‌های اقتصادی، ارتباطی، نظامی بهره بگیره و میخواد یک موازنه جدید ایجاد کنه. این موازنه جدیدش مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر کنترل چینه. نگاه ترامپ اینه که چین داره به مازاد قدرت دست پیدا میکنه، سال به سال فاصله‌ش رو به لحاظ تولید ناخالص داخلی و سهمش در GNP جهانی رو داره ارتقا میده. نگاهی که ترامپ داره مبتنی بر اون تله توسیدیده، بحث مربوط به اسپارت و آتنه. وقتی که توسیدید میگه وقتی که یه بازیگری یواش یواش قدرتش بیشتر شد، بازیگر دیگه هراس پیدا میکنه. امروز امریکا نسبت به چین هراس پیدا کرده. هرچند چینی ها میگن که ما هیچگاه تهدیدی علیه امریکا نیستیم، هیچگاه در برابر امریکا صفارایی نمی کنیم، اما نیازی به این حرفا نیستش. امریکایی ها اصلاً به سخن و به ادبیات کاری ندارن، به اینتند و مقاصدت هم کاری ندارن. میگن آقا اینسترومنتت، ابزارت اون هستش که تعیین کننده. بر اساس ادبیات ما میگه این دم خروسه که نقش مؤثری در حوزه قدرت خواهد داشت. بنابراین امروز ترامپ یه ترامپیه که بحثاش راهبردیه در سطح جهانی. محور اصلیش اینه که بتونه با روسیه همکاری کنه و چین رو محدود کنه. درست همون گونه‌ای که در سال 1975 شرایط برای بازسازی روابط چین و آمریکا به وجود آمد و امریکایی‌ها چین رو فعال کردند برای این که در جهان سوسیالیسم شکاف به وجود بیارن. امروز امریکای ترامپ دنبال این هستش که چین رو در محدودیت اقتصادی و راهبردی قرار بده و طبعاً روسیه‌ای که قدرتش محدودتره، آسیب پذیرتره، توان اقتصادیش محدودتره، توی مدار رشد تکنولوژیک جهانی قرار نداره، این بازیگر قابل اعتمادتره برای کنش ارتباطی. بنابراین وضعیتی که ما خواهیم داشت این هست که معطوف به فضای منازعه نخواهد بود. من تحلیل کلیم که حالا در بحث‌های دیگه هم بهش اشاره خواهم داشت اینه که فضای موجود در سیاست ترامپ نسبت به ایران این هستش که یه نوع موازنه
جدید رو ایجاد کنه، بتونه قابلیت هسته ایران رو محدود کنه و بر اون اساس ایران بتونه یه نقش منطقه‌ای فعالتری داشته باشه. موازنه در محیط منطقه‌ای به شدت تغییر پیدا کرده. امروز ترکیه، عربستان از یک مازاد بیشتری برخوردار شدن و سیاست آفشور بالانسینگ امریکا ایجاب میکنه که قدرتیابی بیش از حد اسرائیل متوقف بشه و یک موازنه‌ای در فضای قدرت ایران و ترکیه و عربستان به وجود بیاد. بله، سپاسگزارم آقای دکتر متقی. آقای دکتر مسعودی، نظر آقای دکتر متقی این بود که در دوره جدید نوکانها خیلی جایگاهی در کابینه ترامپ ندارن. با یک رویکرد جدید ما مواجهیم که به هر حال امریکای ترامپ امروز به دنبال موازنه جدید هست، به دنبال مهار چین میخواد بره و میخواد از طریق همکاری با روسیه این کار رو انجام بده. و در مورد ایران هم خب به هر حال باز هم در منطقه به دنبال یک موازنه جدید میان بازیگران اصلی در منطقه هست و هم به دنبال این هستش که تا حد زیادی برنامه هسته ایران رو مهار کنه. به اصطلاح رویکرد حضرت عالی های دکتر چی هست؟ ترامپ امروز رو شما چگونه میبینید؟ آیا ترامپ امروز متفاوت از ترامپ 4 سال پیش هست یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم. خب اگر ما نگاه بکنیم به دیدگاه هایی که خود آقای ترامپ یا مقامات دولت فعلی امریکا مطرح می کنند، این نکته آقای دکتر کاملا درست هست که به هر حال اون نوک حمله و نوک هدف رهیافت ها و اون راهبردهای سیاست خارجی امریکا چین خواهد بود. اما در کنار اون ما روسیه و ایران رو هم خواهیم داشت به عنوان دو دغدغه دیگر در واقع امریکا در این شرایط فعلی. آقای روبیو که وزیر خارجه دولت دوم آقای ترامپ هست، در جلسه استماعی که چند سال پیش برگزار شد در رابطه با حوزه مسائل سیاست خارجی، اونجا 3 تا در واقع تهدید جدی راهبردی رو برای امریکا برمی‌شماره که یکی چین هست، یکی روسیه هست و دیگری ایران. و اونجا اشاره میشه به اینکه اون نظم منطقه‌ای که ایران میخواد ایجاد بکنه و به رهبری ایران یا نوعی هژمونی ایران هست، این میتونه حتی حالا به تعبیر او این 3 تا مسئله میتونه در واقع وضعیت قرن 21 رو حتی مشخص بکنه. بنابراین این وزن ایران رو در معادلات سیاست خارجی امریکا ما بایستی توجه بکنیم. اما در رابطه با تفاوت‌ها و تشابه‌ها، به نظرم تشابهی که وجود داره خب طبیعتاً راهبرد اصلی همه دولت‌های امریکا بعد از انقلاب ایران راهبرد مهار یا کانتینمنت هست. حالا در مقاطعی ما راهبرد تعامل یا تعامل گزینشی رو هم داریم، اما اون خط اصلی سیاست ورزی و راهبرد پردازی امریکا نسبت به ایران سیاست مهار هست. در درون این سیاست مهار و ذیل اون ما چیزی تحت عنوان دیپلماسی اجبار رو داریم که این دیپلماسی اجبار خودش ابعاد مختلف و گام‌های مختلفی داره. به نظر میرسه که در دولت اول آقای ترامپ ما اون راهبرد اجبار نرم رو داشتیم و در شرایط فعلی راهبرد اجبار سخت رو داریم. به چه معنا؟ در راهبرد اجبار یا اون دیپلماسی اجبار نرم، اون کشور اجبار کننده یک سری اقداماتی رو انجام میده در یک فرایند زمانی طولانی، مشوقه‌ها، تهدیدهایی که ممکنه حالا نتیجه بده، ممکنه نتیجه نده. اما در راهبرد سخت یک فوریت زمانی وجود داره، تهدید مشخص هست، هدف مشخص هست، اون کاری که باید انجام بشود یا نشود. بنابراین این رو به نظر میرسه که هر چقدر ما جلوتر خواهیم رفت، این ابعاد دیپلماسی اجبارآمیز یا اجبار سخت در دیپلماسی آقای ترامپ نسبت به ایران بیشتر خواهد شد. تفاوت دیگری که وجود داره تفاوت در زبان آقای ترامپ هست. شما خب در
دوره اول ریاست جمهوری ایشون حتی اونجایی که میخواست ایران رو تهدید بکنه کلمات یا واژگانش کلمات کلی‌تری بود، کلمات و عبارت‌های مبهم‌تری بود. از اینکه همه گزینه‌ها روی میز هست صحبت میشد. الان بحث این هستش که در واقع این دوگانه بین یا حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران یا مثلا توافق خیلی داره به صراحت و با شفافیت در دیدگاه‌های ایشون بیان میشه. نکته دیگری که وجود داره اون به تعبیری ادراکات یا حتی سوء ادراکاتی است که ایشون از دوره اول پیدا کرده. خب ایشون یک سری اقدامات ماجراجویانه خطرناکی رو غیرقانونی و تروریستی رو انجام داد. نمیدونم عملیات تروریستی بر ضد سردار سلیمانی و ترور ایشون، انتقال سفارت از تل‌آویو به بیت المقدس، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، ولی دید که اون جنگ منطقه‌ای یا اون آشوب منطقه‌ای به اون معنایی که حالا خیلی ها پیش بینی می‌کردن اتفاق نیفتاد، حداقل از نظر اون در واقع نگاه. و بنابراین این میتونه یک سوء ادراکی داشته باشه که پس در شرایط فعلی هم ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی ممکنه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه و برخلاف تهدیداتی که ایران میکنه خیلی به یک جنگ گسترده منطقه‌ای و ویرانگری هم تبدیل نشه. بنابراین این هم تفاوت دیگری هست که وجود داره. و یه مسئله دیگه هم تفاوت در خواسته ها هست. حالا شما اگر که اسناد مربوط به اون دوران رو و این حالا گزار برگ ها یا فکت شیت های این ماهای اخیر رو بررسی بکنید، میبینید که مثلا در اون 12 شرط آقای پومپئو بحث توقف غنیسازی مطرح میشه به صورت خاص و توقف بازفرآوری پلوتونیوم، اما اینجا در این اسناد اخیر همچین چیزی وجود نداره. یا در اون زمان خیلی اشاره جزئی و مفصلی میشه به نفوذ منطقه‌ای ایران و ضرورت مقابله با این نفوذ، ولی الان دیگه خیلی بحث خیلی کلی و اجمالی هستش. و یا توجه به قدرت نهادی امریکا، قدرت سازمان در واقع امریکا در سازمان‌های بین‌المللی و اینکه از نمایندگی امریکا در سازمان ملل خواسته میشه که جلسات مستمر شورای امنیت داشته باشه، با متحدین امریکا تشکیل جلسه بده و اون مکانیزم اسنپ بک رو در واقع دنبال بکنه. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم به نظرم یک شباهت‌های وجود داره که در همون دیپلماسی مهار ما میتونیم ببینیم، اما در حوزه تاکتیک‌هایی که در ذیل این دیپلماسی یا این راهبرد مهار داره دنبال میشه، ما حرکت و گذار از اجبار نرم رو به سمت اجبار سخت داریم و خب یک سری خواسته های جدیدی که توسط آقای ترامپ مطرح شد. بله، سپاسگزارم آقای دکتر. سوال دیگه که آقای دکتر متقی من از شما دارم، با توجه به ترکیب جدید کابینه ترامپ و نفوذ فزاینده‌ای که لابی های اسرائیلی دارند، چه سناریوهایی رو شما برای بحث فشار علیه ایران از سوی دولت ترامپ پیش بینی می‌کنید؟ طبعا ایران و روسیه هر کدوم وضع مخصوص خاص خودشونو دارن و هر کدوم اهداف منطقه‌ای خودشون رو پیگیری میکنند. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که وزن مخصوص قدرت ایران و روسیه در مقیاس 2017 کاهش پیدا کرده. به همین دلیل نگاهی که من دارم اینه که امکان سخت‌تر شدن منازعه در روابط ایران و امریکا خیلی محدودتره. به عبارت دیگه امریکایی‌ها در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، ترامپ و بایدن در سند امنیت ملیشون همواره مفهوم آفشور بالانسینگ رو به کار گرفتند. یا آفشور بالانسینگ به معنای موازنه فراساحلیه. زمانی که شما قدرت بیشتری داری، فشار بیشتری اعمال میشه. زمانی که قدرتت و مطالباتت و اهدافت کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که میزان فشار وارده امریکا به صورت دو فاکتور میبایست کاهش پیدا کنه. اما یه بحث
دیگری هم وجود داره و اون اینه که ادبیات روبیوی 4 سال پیش رو اصلا توی فضای امروز به کار نگیریم بهتره. چرا؟ به این دلیل که روبیو اون زمان یه سناتوره. الان خیلی ها در مجلس خیلی حرفا میزنند، شعارهای تند میدند، ولی زمانی که خواسته باشند مسئولیت اجرایی داشته باشند، الگوی رفتارشون، رویکردشون یه مقداری متفاوت میشه. به عبارت دیگه کسی که مسئولیت اجرایی گرفت دیگه اون فضای آیدیوسانکراتیک نمیتونه نقش آفرین باشه، حتما باید رویکردش ماهیت بوروکراتیک داشته باشه. بنابراین من احتمال بهینه‌سازی روابط ایران و امریکا در دوره آینده رو خیلی بیشتر از دوره بایدن میدونم. بایدن سیاستش همون مشت آهنین با دستکش‌های مخملین بود. ادبیاتش ادبیات نئولیبرالی بود. کشورها رو در وضعیت غفلت و ابهام راهبردی قرار میداد. اما سیاست ترامپ سیاست صریح‌تریه و راحت‌تر میتونه به یک نتیجه قطعی برای عبور از وضعیت عدم اطمینان نایل بشه، هرچند که فضای ایران و امریکا یک فضای قطعیت یافته نیستش. نیروهای مختلفی تأثیر گذارند و ممکنه گزینه سخت هم در دستور کار قرار بگیره، اما من احتمالش رو خیلی کمتر میدونم. یعنی میاد در وضعیت کمتر از 20% میتونه جایگاه داشته باشه. بنابراین گزینه‌های کنش دیپلماتیک، گزینه‌های کنش بین المللی، شکلگیری یه نوع چند جانبه گرایی منطقه‌ای، یه نوع میانجیگری برای حل و فصل یه سری قالب‌های ابهام‌آمیز هنوز وجود داره. یعنی هنوز هیچ قطعیت راهبردی رو خود من نمیتونم تصور کنم. امکان هر چیز وجود داره، هر سیاستی، اما امکان باز تولید روابط بر اساس موازنه جدید و شکل‌بندی جدید روابط امریکا روسیه و کنش ارتباطیشون با ایران برای حل و فصل یه سری چالش ها هم امکان پذیره و وجود داره. سپاسگزارم آقای دکتر متقی. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر به چهره‌های جدید در کابینه ترامپ مثل مارک روبیو اشاره کردن، ولی خب معتقد بودن که ما نباید ادبیات 4 ساله اونها رو، 4 سال پیش اونها رو که در جایگاه مثلا سناتور بودن رو با جایگاهی که الان دارن مقایسه بکنیم و خب کماکان معتقدن که احتمال این مسئله وجود داره که از طریق دیپلماسی امکانی وجود داشته باشه که به هر حال و از طریق میانجیگرها یک ارتباطی میان ایران و آمریکا اینجا برقرار بشه. من سوالی که از حضرت عالی دارم با توجه به فرمایشات های دکتر متقی، نگاه شما نسبت به بحث سناریوهای فشار حداکثری علیه ایران چی هست در دوره دوم ترامپ؟ خب من چند تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که کاملا من به هر حال فرمایش های دکتر متقی رو میپذیرم که آینده رابطه یا آینده سیاست امریکا در قبال ایران از توازن بین اون چهره‌های جدید با اون در واقع فضای بوروکراتیک و اون نیروهای بوروکراتیک جا افتاده در درون ساختار تصمیم گیری امریکا شکل خواهد گرفت. یعنی نهایتاً یک توازنی برقرار خواهد شد. قطعاً اون روبیوی در واقع زمان سناتوری یا در واقع حالا بقیه مقامات در پوزیشن‌های
قبلی خودشون با شرایط فعلی قابل مقایسه و همزاد در واقع یکسان انگاری براشون وجود نداره. اما نکته جالب اینه که همین آقای روبیو که در واقع الان وزیر خارجه است، همین چند روز پیش شاید یکی از تندترین مواضع وزرای خارجه رو در حداقل دهه‌های گذشته که من پیگیری می‌کردم نسبت به ایران داشته و ادعا کرده که امریکا با توانی که داره و قدرتی که داره میتونه کار نظام جمهوری اسلامی ایران رو، حالا تعبیر او رژیم ایران رو تمام بکنه، حالا از هر طرقی که در ذهنش هست، ولی چون رئیس جمهور ما آقای ترامپ صلح طلب هست این کار رو انجام نخواهد داد. خب این خیلی بیان تند و تهاجمی هست نسبت به ایران. بنابراین همون رویکرد تهاجمی بله آمده با یک شرایط حالا بوروکراتیک و سازمانی متفاوتی، ولی باز هم می‌بینیم مواضع تندی هست. نکته بعدی که من هم کاملا هم عقیده هستم با آقای دکتر که قاعدتاً این فضای در واقع کاریزماتیکی که آقای ترامپ برای خودش ایجاد کرده و داره تلاش میکنه تصویر یک رهبر توافق ساز و معامله‌گر رو در عرصه بین‌المللی برای خودش ایجاد بکنه، چه در رابطه با اوکراین، چه در رابطه با غزه و چه در رابطه با ایران احتمالاً دنبال خواهد شد. یعنی به نظر میرسه هر چیزی که در مورد آقای ترامپ غیر قابل پیش بینی باشه، این به نظرم قابل پیش بینی است که سعی میکنه اینجا یک دستاوردی برای خودش داشته باشه و اون تصویر و اون چهره رو برای خودش ایجاد بکنه. و بنابراین این به این معنا هستش که قطعا راه دیپلماسی از سمت امریکایی ها باز خواهد بود، اما اشاره کردم اون دیپلماسی اجبار یا اجبارآمیز خواهد بود که من فقط این نکته رو عرض بکنم. کسانی که این مسئله رو مطالعه کردن بعد از جنگ سرد معتقدن که در واقع اون شانس یا درصد موفقیت دیپلماسی اجبار امریکا حدود 30% هست. خب این رقم نه خیلی بالایی است نه خیلی پایینی است دیگه. آقای دکتر هم فرمودن حدود 30%. اگر ما همین 20-30% رو هم در واقع مبنا قرار بدیم، به نظر من این راه میتونه در واقع باز باشه و وجود داشته باشه. و در این حال در رابطه با اون سناریوها من فکر میکنم که اون فشاری که احتمالاً بر ایران تحمیل خواهد شد خیلی متأثر از واقعاً حالا ترکیب تیم آقای ترامپ شاید نخواهد بود، بلکه ما دیگه الان یک سندی داریم که اون مبنای سیاست فشار حداکثری امریکا خواهد بود و در اونجا در واقع خیلی شاید فراتر از اون فشارهایی که در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ آمد قرار هست که روی ایران اعمال بشه. بله درسته که خود آقای ترامپ هم اعلام کرد که من تردید داشتم، من نمیخواستم این کار رو انجام بدم، با تردید این کار رو انجام دادم، اما اون چیزهایی که در اسناد و اون سند و یادداشت حالا یا بخشنامه اومده اینکه همه معافیت‌های تحریمی بایستی برداشته بشه، فشار به کشورهای منطقه وارد بشه که اونها دیگه اون حداقل‌های تعاملات خودشون رو با ایران هم متوقف بکنند، روند توقیف اون حالا محموله‌های نفتی ایران که در زمان آقای ترامپ، دولت اول آقای ترامپ دنبال شد، احتمالاً دوباره دنبال خواهد شد و در مجموع من فکر می‌کنم حداقل در یک مقطعی یک فشار سنگینی رو روی ایران دولت امریکا ایجاد خواهد کرد و اعمال خواهد کرد تا ببینه که آیا واقعاً اون فوریت زمانی با توجه به اینکه در اکتبر 2025 هم در واقع اون قطعنامه 2231 منقضی خواهد شد، آیا این فشار جواب خواهد داد و پاسخ ایران و واکنش ایران به اون چه خواهد بود؟ تشکر میکنم آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر مسعودی کماکان معتقدن که اعضای جدید کابینه ترامپ مواضعشون بسیار تنده و شاید تندترین مواضعی که در به اصطلاح سوابق ما داریم که وزرای خارجه آمریکا گرفتند، امثال مارک روبیو در این هفته‌های اخیر علیه ایران گرفتند و پیش بینیشون این هستش که فراتر خواهد بود میزان فشارهایی که ترامپ علیه ایران خواهد آورد و حتی ممکنه به شکل مقطعی
بسیار این زیاد بشه. این رو شما چگونه میبینید؟ آیا همچین سناریوی محتمل میدونید که این میزان فشارها افزایش پیدا بکنه دکتر متقی؟ یه مقداری شواهد وجود داره که فشارها داره افزایش پیدا میکنه. محدودیت برای صادرات نفت ایران وجود داره. یه سری از کشورها مثل هند مجبور شدن که سطح روابط اقتصادیشون رو با ایران کاهش بدند. بنابراین بحث‌های مربوط به فشار نرم، یعنی از طریق دیپلماسی، این وجود داره و بخشی از سیاست ترامپ رویکردش اینه که این دیپلماسی اجبار رو و سیاست محدودسازی ایران رو تو همون قالب کانتینمنت گسترشش بده، تشدیدش بکنه تا ایران در وضعیت و فضای کنش ارتباطی بیشتری قرار بگیره. به عبارت دیگه سیاست ترامپ با اون الگوی سنتی سیاست چماق و هویج پیوند داره. یعنی اینکه یه نوع محدودیت در کنارش یه مقداری آوانس‌های ترجیحی برای تغییر در سیاست. بحث اصلی اینه که آیا ترامپ در صدد تغییر رژیم یا تغییر سیاست؟ خیلی از این تحلیلگران ایرانی در طی این 2-3 ماه گذشته تحت تأثیر فضا و جو موجود قرار گرفتند. ادبیاتی رو به کار گرفتند که ایران در سال 1404 در فضای یه نوع به قول معروف کلپس قرار میگیره، در حالی که اگر کشوری قدرتش کاهش پیدا کرد به معنای این نیستش که دچار آسیب جدی ساختاری میشه. به معنای اینه که حتی از طریق بازتولید سیاست‌هاش میتونه قابلیت‌های ساختاری خودش رو ارتقا بده. ما در سال 1367 روزهای سختی رو در 15 روز آخر جنگ داشتیم و پرمخاطره. سوالی که وجود داره اینه که آیا بعد از این دوران تاریخی ایران با فشاری روبرو شد که رژیم چنج انجام بشه؟ نه. شاهد این بودیم که از سال 68 و 69 گشایش‌های بیشتری هم به وجود میاد. در همون سال 67 برخی از گروه‌هایی که با صدام حسین کار می‌کردند و پایگاه نظامی داشتند، منافقین، عملیات فروغ جاویدان را انجام دادند برای اینکه خواسته باشند نیروهای نظامیشون به شهرهای بزرگ ایران دست پیدا کنند. ولی شاهد این بودیم که حتی به کرمانشاه هم نرسیدند. یه منطقه هستش بین کرمانشاه و ایلام، چارزبر، در همونجا متوقف شدند و براشون یه تراژدی ایجاد شد. این واقعا در حوزه سیاست معنا پیدا نمی‌کنه که اگر کشوری بر اساس یه سری تحولات قدرتش رو، بخشی از قدرتش رو از دست بده، موجودیتش هم از دست میده. ما یه ضرب المثل ایرانی داریم، میگیم آقا ممکنه از اسب بیفتیم ولی از نسل که نمیفتیم. یعنی چی؟ یعنی نظام سیاسی که ریشه اجتماعی و ساختاری داشته باشه
مگر اینکه اون ریشه هاش به دلیل رانت و به دلیل مزیت‌های نخبگان دچار فساد بشه، وگرنه تحت تأثیر فشارهای بین المللی و یا یک عملیات تاکتیکی منجر به چالش جدی نخواهد شد. رویکردی که من دارم اینه که سال 1404 از این فضای پردغدغه امروزینی که میبینیم هر روز قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه و این مسئله به صورت مستقیم روی نارضایتی تأثیر به جا میگذاره. مسئله اصلی انسانها زندگی اجتماعی و اقتصادیشونه. وقتی که دلار افزایش پیدا میکنه، قیمت همین آب معدنی که شما هم خریدید این هم بیشتر خواهد شد، چه برسه به کالاهای اولیه‌ای که انسان‌ها برای تأمین زندگیشون میخوان تهیه کنن. این از اون مسائل پرچالش و پرمخاطره است. وگرنه فضای آینده فضای پرچالشی به لحاظ تاکتیکی در برابر ایران، امریکا در برابر ایران به نظر نمیرسه. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر معتقدن که ترامپ در این دوره جدید سیاست چماق و هویج رو بنا داره در قبال ایران داشته باشه و این خیلی حالا برخلاف نظر بسیاری از تحلیلگران معطوف به تغییر رژیم نیست، بلکه به دنبال یک جور تغییر سیاست در ایران در دوره جدید خواهد بود. نکته‌ای در این زمینه دارید آقای دکتر؟ به صورت کلی منم قبول دارم که اصولاً رئیس جمهوری که معتقد هستش که من برای پایان جنگ‌های بی پایان آمدم و میخوام تعهدات امریکا رو در عرصه بین‌المللی کاهش بدم، این و یا اینکه در پاسخ به این که مثلا با موضوع ایران شما میخواید چیکار بکنید، میگه حرفش اینه و موضوعش اینه که ما همین وضعیت کشور خودمون رو بتونیم اداره بکنیم. خب با از همچین رئیس جمهوری قطعاً برمیاد که در واقع به دنبال تغییر نظام سیاسی در هیچ کشوری نباشه، چرا که این هم تجارب منفی امریکا داشته در طی 2-3 دهه گذشته و هم آقای ترامپ اساساً شعار شاید کاهش تعهدات امریکا و عبور از اون نوع رسالتگرایی و در واقع رسالتگرایی معطوف به دموکراسی سازی در کشورهای مختلف است. این کاملا درست و پذیرفته شده هست، ولی مثال هایی که آقای دکتر زدن به نظرم میشه در رابطه باشه کمی تدقیق کرد. خب ما در واقع غیر از اینکه سیاست طرف مقابل آیا تغییر نظام سیاسی هست یا نیست، ما باید ببینیم که اون ساختارهای قدرت اجتماعی داخلی خودمون نسبت به در شرایط فعلی نسبت به دهه 60 آیا تغییری درش وجود داره یا نداره. خب ما در دهه 60 که آقای دکتر مثال زدن انتخاباتی برگزار می‌کردیم که رقم‌های مشارکت خیلی بالایی رو ثبت می‌کرد. حالا الان دقیق یادم نیست، ولی شاید متوسط شرکت مردم نزدیک به 70% در انتخابات بود. خب در انتخابات اخیر شاهد هستیم که وضعیت به چه صورتی هست و این لزوما به این معنا نیست که تاباوری ساختاری کشور در مقابل فشارها کاهش پیدا میکنه، این رو نمیشه ادعا کرد، اما به هر حال آسیب‌های جدی وارد شده و جالب این هستش که حالا این درست یا نادرست رو الان قضاوت نمی کنیم که گویی که در واقع حل مشکلات کشور بخش عمده ایش وابسته به حل مسائل سیاست خارجی هست و این رو در شعارهای انتخاباتی می بینیم، در اون گرایشی که مردم در شرایطی اعلام می کنند میتونیم این رو ببینیم و این تلقی ایجاد میشه که مردم از نظام سیاسی انتظار دارن که جدای از موضع سلبی در قبال امریکا یک موضع ایجابی هم اتخاذ بکنه که اگر حالا بخشی از مشکلات
ناشی از نوعی سیاست خارجی ناکارآمد یا نوع خاصی از روابط با امریکا هست، چه کارهایی واقعا میشه انجام بگیره که به تعبیری که زمانی به کار رفت شر امریکا در سیاست خارجی ایران کمتر بشه. ما قرار نیست که مشکلاتمون رو با امریکا به شکل عمیق حل و فصل بکنیم، کسی فعلا در شرایط فعلی این انتظار رو نداره، بلکه انتظار مدیریت منازعه وجود داره و در شرایطی که آقای ترامپ اومده و با یک ادبیات خیلی شفاف و صریحی داره ایران رو تهدید به حمله نظامی اسرائیل میکنه، حالا چه با همراهی امریکا چه با تایید امریکا، به نظرم نظام سیاسی باید یه ذره اون موضعش رو مدون‌تر بکنه، صریح‌تر، حداقل به این مطالبه‌ای که در جامعه وجود داره یک پاسخ ایجابی داده بشه که بله مثلا ما اگر هم قرار باشه در یک شرایطی با یک رویکرد متفاوتی از اون طرف اگر به وجود بیاد، یه تغییر رویکردی، مذاکره ای اتفاق بیفته، شرایط اون مذاکره چه هست، خواسته های ایران چه هست، کما اینکه اونها هم در مواضعشون در اسنادشون مرتبط با ایران اینها رو اعلام میکنن که ما این خواسته ها رو، این لیست خواسته های ما از ایران هست. خب چرا ما یک موضع ایجابی در قبال امریکا نداشته باشیم؟ ما میتونیم مثلا در قالب یک سندی، در قالب یک موضع راهبردی مدونی که به تایید هم نخبگان رسیده باشه و هم نوعی اجماع اجتماعی درش، اجماع نخبگانی و اجتماعی و پذیرش اجتماعی درش وجود داشته باشه، بیایم رویکردهامون رو مدون بکنیم و اعلام بکنیم که ما با شرایط جدیدی که در کاخ سفید اتفاق افتاده مثلا حاضر به پذیرش این مسائل هستیم، شفافیت رو در برنامه هسته ایران میپذیریم، نظارت رو میپذیریم، اما در این موارد فعلا قصد مذاکره و یا تعامل رو نداریم. به نظر من حرف اصلی این هستش که ما این بسترهای اجتماعی سیاست خارجیمون رو یه ذره در این دهه‌های اخیر فراموش کردیم. سیاست خارجی غیر از اون دیپلماسی که در بیرون نیاز داره، واقعا نیاز به یک، حالا به تعبیر تسامحیش، یک دیپلماسی اجماع ساز، وفاق ساز در درون کشور هم داره که واقعا بشه بر اساس اون از مواضع کشور دفاع کرد و پیش بود. سپاسگزارم. یعنی معتقد هستید آقای دکتر که ما میبایستی یک برنامه ایجابی برای مواجهه با ایالات متحده داشته باشیم که مورد اجماع نخبگان هم باشه و بتونیم به هر حال بر اساس اون یک راهبردی رو تنظیم بکنیم. آقای دکتر در دور اول معتقد بودید که راهبرد ترامپ راهبرد مهار چین خواهد بود. سوالی که اینجا مطرحه آقای دکتر، آیا همکاری‌های راهبردی ایران با چین و روسیه میتونه به عنوان یک اهرمی برای کاهش فشارهای امریکا در دولت دوم ترامپ باشد یا خیر؟ نگاه کنید، واقعیت این هستش که هیچگاه قدرت‌های بزرگ برای بازیگران منطقه‌ای هزینه جدی نخواهند داد. بستگی داره که یک بازیگر در چه شرایطی قرار بگیره. نه ایران، نه روسیه، نه چین، هیچ کدوم در فضای سقوط دولت بشار اسد نتونستن کمکی بکنند. این مسئله ناشی از این نیست که این کشورها اراده لازم رو نداشتن، بلکه به معنای این هست که در فضای سیاست بین الملل هر بازیگری تلاش میکنه که حد اکثر مازاد رو برای خودش ایجاد کنه. اگر فضای روابط صلح آمیز باشه، معطوف به مدیریت منازعه باشه، چین و روسیه هم از ایران حمایت میکنه. اگر چین و روسیه احساس کنن که همکاریشون با ایران منجر به این میشه چالش‌های امنیتی یا اقتصادی یا راهبردی با امریکا پیدا کنن، تحت هیچ شرایطی سطح روابطشون رو ارتقا نخواهند داد. بنابراین هر کشوری در گام اول میبایست و عموماً این کارو میکنه که به منافعش، به بقایش و به راهبردهای خودش توجه داره. به همین دلیله که
چین و روسیه به هیچ وجه تمایل ندارند که سطح روابط ایران و امریکا در وضعیت تعارض قرار بگیره. چون اگه در وضعیت تعارض قرار بگیره، اونها ایران رو به صورت اجتناب ناپذیر از دست میدند. کاری که باید بکنن اینه که بقای ایران، بقای سیاست‌های ایران در یک فضای تعادلی نظام بین الملل حاصل بشه. من شک ندارم در گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین، در مذاکرات حضوریشون در ریاض، بحث ایران یک موضوع خیلی جدی بوده. بعضیا فکر میکنن که روسیه برای ایران یه شریک راهبردی است. یادتون باشه هیچ کشوری شریک راهبردی برای ایران نیست و روسیه هم هیچ شریک راهبردی برای کشوری محسوب نمیشه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در چه شرایطی بازیگران میتونن موقعیت خودشون رو ارتقا بدن. بنابراین تحلیلی که من دارم اینه که روسیه و چین در اپتیمایز شدن روابط ایران و امریکا، ایران و سیاست بین الملل یک نوع رویکرد مشترک دارن. حتی در بسیاری از مواقع سیاست چین و روسیه در رابطه با قابلیت‌های هسته‌ای ایران خیلی مشابه سیاست‌های آمریکاست. بنابراین رویکردی که من دارم برای بهینه‌سازی فضای موجود و کاهش التهاب ناشی از اینه که برخی از قدرت‌های بزرگ هم تمایل دارن که ایران سیاست‌های تعدیل شده ای رو در دستور کار قرار بده. بله، سپاسگزارم. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر متقی معتقدن که قدرت‌های بزرگ در چارچوب منافع خودشون عمل می‌کنند و بازیگرانی مثل چین و روسیه بقای ایران رو در یک فضای متعادل در عرصه روابط بین الملل دنبال می‌کنند. می‌خواستم بدونم نظر حضرت عالی در این مورد چیست و آیا چین و روسیه همکار راهبردی ایرانند، شریک راهبردی ایرانند یا نه هیچ کدام و اونها هم به هر حال در چارچوب منافع خودشون عمل میکنن و ایران آیا میتونه به اونها اتکا داشته باشه در برابر دولت دوم ترامپ؟ خب من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که یک سیاست خارجی متوازن برای یک بازیگری با این ابعاد ایران، با این موقعیتی که ایران درش قرار گرفته، داشتن یک رابطه متوازن با قدرت‌های بزرگ هست. خب ما همیشه از مزار رابطه قدرت‌های بزرگ یک آسیب‌هایی به همون وارد شده و از قبل اونها آسیب‌هایی دیدیم و بنابراین این آسیب در واقع منجر به مشکلات حالا داخلی یا وضعیت بنبست در سیاست خارجی ایران شده. بنابراین این مسئله باید یک زمانی حل بشه که ما بتونیم واقعا چه با روسیه و چین و چه قدرت‌های بزرگ دیگه مثل امریکا رابطه متوازنی رو برقرار بکنیم. و به نظرم رابطه‌ای که ما با روسیه و چین در پیش گرفتیم در قالب حالا قراردادها یا توافقات همکاری‌های اصطلاحاً راهبردی، این یک گام کوچک در اون مسیری است که واقعا مورد انتظار هست. ولی واقعا این فقط یک گامه. یعنی شما این توافقات روابط بلند مدت بین ایران و چین که حالا سال‌هاست، 2-3 سال هست، 4 سال هست امضا شده، این فعلا روی کاغذ هست. یعنی اسمش روابط راهبردی هست، اما به تعبیر درست آقای دکتر فعلا در حد یک بقاست. یعنی اون بقاجویی ایران بله از طریق رابطه اقتصادی با چین و روابط حالا امنیتی و نظامی با روسیه ممکنه تأمین بشه. ولی آیا ما قرار هست که یه ذره فراتر از این هم بریم؟ یعنی این گفتمان بقا در جای خودش درست هست، به سمت یک نوع گفتمان توسعه هم حرکت بکنیم
که رابطه ما و چین و روسیه فقط از سر اضطرار نباشه برای هر دو طرف، یعنی چه برای ایران از سر اضطرار باشه که مثلا ما چون با غرب رابطه نداریم یا رابطه ما با امریکا دچار بنبست هست مثلا بریم سراغ چین یا روسیه، یا تنها گزینه ما نباشند، یعنی دقیقاً تنها گزینه مقدور ما نباشند، و چه از طرف اونها، یعنی این نقشی که در واقع امریکا به عنوان یک بازیگر، به عنوان کنشگر ثالث همیشه در رابطه ایران و روسیه و ایران و چین داشته، این نقش باید تعریف بشه و یه جاهایی هم یه زمانی عوض بشه واقعاً، چون نگاه چین یا روسیه به ایران هم تا حدی این هست که در واقع رابطه اونها با ایران به شدت متأثر از نوع رابطه‌ای که در سطح سیاست و قدرت‌های بزرگ داره تنظیم میشه قرار میگیره. سفر امروز آقای لاوروف به تهران خب نشون میده که ناشی از همون گفتگوها و چانه‌زنی‌هایی هستش که بین ترامپ و پوتین بر سر اوکراین شکل گرفته و ایجاب کرده که یک همچین سفری رو انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که امید ما به دریافت حمایت از چین یا روسیه در شرایطی که با فشارهای فزاینده امریکا هم ما و هم به خصوص حالا چین مواجه خواهد بود، به نظرم در دو سطح قابل بررسی است. یکی سطح حمایت‌های دیپلماتیک خواهد بود، در حمایتی که در سازمان‌های بین‌المللی به عنوان دارندگان کرسی دائم شورای امنیت و حق وتو خواهند داشت، در این سطح ادامه پیدا خواهد کرد. ولی در سطح روابط اقتصادی و تجاری با چین و روابط نظامی امنیتی با روسیه به نظر میرسه که به شدت متأثر از نوع رابطه‌ای است که اونها با امریکا خواهند داشت. در رابطه با روسیه تا حدی داره شکل پیدا میکنه، رابطه تثبیت میشه و نمیدونم بتونیم این تعبیر میانجیگری بین ایران و در واقع امریکا رو برای روسیه قائل باشیم یا نه. کارشناسان حوزه روسیه خیلی قائل به این حوزه، به این واقعیت نیستن که روسیه بخواد واقعا چانه‌زنی صادقانه‌ای رو داشته باشه، ولی رابطه امریکا و چین هنوز رابطه تثبیت شده‌ای نیست. یعنی خود محققان چینی و کارشناسان چینی معتقدن که هنوز اون دو گزینه معامله و منازعه در روابط امریکا و چین وجود خواهد داشت که حالا هر کدوم از اون سناریوهایی که وجود داره اگر اتفاق بیفته وضعیت ایران کاملا وضعیت متفاوتی میتونه باشه. آقای دکتر فرمودید که نوع روابط اقتصادی ما با چین و روابط نظامی امنیتی ما با روسیه تا حد زیادی متأثر از روابط متقابل قدرت‌های بزرگ متقابل امریکا با چین و روسیه هست. اساساً چه تهدیدها و فرصت‌هایی رو اینجا شما می‌بینید و ما چطور میتونیم از تهدیدات این مسئله بکاهیم و این رو تبدیل به فرصت بکنیم؟ ببینید ما زمانی که نمیتونیم روی نوع رابطه خودمون و امریکا تأثیر ایجابی بگذاریم، قاعدتاً اون بازیگران یا قدرت‌های بزرگ هستند که برای ایران ممکنه چانه‌زنی‌هایی بکنن. حالا این میتونه جنبه‌های مثبت داشته باشه، میتونه به تعبیری که میتونیم بگیم یه جوری وجه المعامله قدرت‌های بزرگ قرار بگیرن. به نظر من اون بعد تهدید محورش خیلی پررنگ میتونه در واقع باشه، به دلیل اینکه اصولاً همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردند بازیگران منطقه‌ای به نوعی در اون رابطه‌ای که قدرت‌های بزرگ دارن، اون تعامل راهبردی که دارن طبیعتاً تعریف میشن. بله مثلا فرض بکنیم در ادبیات این موضوع وجود داره که اون قدرت در حال خیزش یا رایزینگ پاور که اینجا چین هست تلاش میکنه یک به نوعی یارگیری‌های منطقه‌ای رو داشته باشه، یعنی بازیگرانی در مناطق مختلف داشته باشن که در اون رقابت راهبردی به نوعی بیان در کنار اون چین یا حالا اون قدرت در حال خیزش قرار بگیرن. اما از طرف دیگه خیلی هم معتقدن اتفاقا این منجر به ممکنه یک آسیب راهبردی در سیاست خارجی ایران باشه، به دلیل اینکه ایران رو میاد تبدیل میکنه به بخشی از پرونده منازعه ایران و امریکا و چین و این اتفاقا میتونه برای ایران مخرب باشه، خیلی خبر خوبی نباشه.
از طرف دیگه من فکر میکنم حالا چون بحث چین شد، نگاه چین به ایران هم همونجور که آقای دکترم اشاره کردن، نگاه این هستش که در واقع بتونه به یک کنشگری نرمالتر در عرصه بین المللی در واقع گام بگذاره تا به نوعی اون رابطه بین ایران و چین هم بهبود بیشتری پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، حوزه‌هاش گسترده تر بشه. چون الان واقعا ما سر حتی اون تعاملات اقتصادی و بانکی حد اقلی که با چین داریم به عنوان بزرگترین شریک تجاریمون که دیگه به یه نوعی داره وابستگی تجاری هم تعبیر میشه، با این مشکل داریم و بنابراین خود چینی ها به نظرم اگر که ما به سمت یک نوع تنیزدایی با امریکا حرکت بکنیم، قاعدتا این چینی ها هستن که بیشترین منفعت رو اتفاقا خواهند داشت و این نوع رابطه ما با قدرت های بزرگ اتفاقا یک مسئله انگار تبدیل به یک معضل شده. حالا چه قدرت های غربی چه قدرت های شرقی، بعضی ها انگار فرقی نمیکنه که بحث امریکا باشه یا بحث چین باشه. وقتی از تعامل یک قدرتی با ابعاد ایران داریم با اون قدرت ها صحبت میکنیم، سریع انگار یه حساسیت های بیموردی ایجاد میشه و تصور این هستش که اینها قرار هست که بیان و ما رو استعمار بکنن، در صورتی که خب ما مثل هر کشوری منابع قدرت خودمون رو داریم، ابزارهای قدرت خودمون رو داریم و بایستی از این اعتماد به نفس ملی برخوردار باشیم که با همه این قدرت ها کار بکنیم. معتقد هستید پس چین و روسیه نباید تنها انتخاب های ما باشن و باید روابطمون با قدرت های بزرگ یک رابطه متوازن باشه و حتی بازیگرانی مانند چین هم به اصطلاح با توجه به که خودشون هم خیلی مسالمت آمیز و نرمال دارن حرکت میکنن، به دنبال این هستن که به هر حال ایران هم نرم ها و هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل رو بپذیره و در اون چارچوب حرکت بکنه. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر متقی، یکی از چالش‌های اساسی ما با امریکا بحث پرونده هسته‌ای هستش. سوالی که از حضرت عالی در مورد بحث پرونده هسته‌ای دارم این هستش که با توجه به تهدیداتی که ترامپ و اعضای کابینه اون در قبال پرونده هسته‌ای ایران دارند، ما برای حفظ منافع ملی خودمون چه سیاست‌هایی رو در این زمینه باید اتخاذ بکنیم؟ بله، نگاه کنید، بحثی که وجود داره، امریکایی‌ها حساسیت زیادی نسبت به قدرت، قابلیت‌ها و توسعه منابع تکنیکی ما در ارتباط با حوزه هسته‌ای دارند. هرچند که راهبرد ما یک راهبرد مبتنی بر تولید سلاح هسته‌ای نیست، ولی نگاهی که آمریکایی‌ها دارن میگن که وقتی که تو غنیسازی رو انجام دادی از یه درجه بالاتر، خود به خود میتونی وسوسه بشی برای اینکه غنیسازی رو ارتقا بدی و بیشترش کنی. پس بحثی که دارند اونها این هست که کنترل بکنند سطح غنیسازی ما رو و قدرت ما رو. ما اینجا یک مشکلی داریم، تکلیف خودمون با خودمون مشخص نیست. آیا این تأسیسات هستی برای چی؟ و اینقدر هزینه توی چه قالبی؟ اگر میخوایم تولید سلاح هسته‌ای داشته باشیم برای بازدارندگی و کاهش تهدیدات فراروی ایران، باید زمان این کار را انجام میدادیم که در مازاد قدرت بودیم. طبیعی است در فضای موجود سیاست‌های آمریکا سختگیرانه تر هم میشه. اصلا ضرورتی نداره که ترامپ ما رو تهدید بکنه یا روبیو ما رو تهدید کنه. وقتی که امریکا بمب‌های 1 تن و 100 کیلویی رو که ماهیت سنگر شکن داره رو به اسرائیلی ها میده، خود همین معنای خاصی داره. یعنی
علائم، نمادها و نشانه ها نشون میده که چه راهبردی طرف مقابل داره. از یه سو اینو داشته باشیم هیچ کنش عملیاتی اسرائیل بدون مجوز امریکایی انجام نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، این ابزارها داده شده برای این که به ایران بفهمونه که اگر در حوزه دیپلماسی تو در فضای انعطاف قرار نگیری این تهدید وجود داره. حالا رویکرد ایران چیست؟ ما یه دفعه تجربه کردیم، تا 60% غنیسازی داشتیم. در فضای برجام غنیسازی رو از 60% به 3.6% رسوندیم. تمامی قابلیت‌های غنی شده رو تبدیل به اکسید کردیم. سوالی که وجود داره، ایران آیا آمادگی چنین اقدامی در شرایط موجود داره؟ به نظر من آره. مشروط بر این که ما به ازای این مسئله داده بشود. چی آقای دکتر؟ ما به ازا چیه؟ همون تحریم هایی که شما انجام دادید. وقتی که ایران قابلیت هسته‌ایش رو افزایش داد، همون تحریم ها برداشته بشه. یعنی بحث اصلی که امروز وجود داره کاهش تحریم ها، حذف تحریم ها در برابر یه سری اقدامات. اما ما یه تجربه هم داریم، تجربه برجام. چالش برجام چی بود؟ اقدامات ما پردامنه بود، اقدامات آمریکایی ها محدود بود. اگر ما اقدامات محدود رو در برابر محدود انجام میدادیم و مرحله به مرحله سطح همکاریامون رو افزایش میدادیم، هیچگاه ترامپ در وضعیت عبور از برجام قرار نمی گرفت. آیا تو تهدیدهای اخیر ترامپ رو چطور میبینید شما؟ اینها چقدر تهدیدزا برای ما هستند و به هر حال ما باید چیکار بکنیم؟ حرفایی که ترامپ داره حرفای کلی است و انتزاعی است و دوگانه‌ایه. از یه طرف میگه که ما فقط میخوایم ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه. راهبرد ایران هم همینه. برجام هم همین وضعیت رو ایجاد میکرد. پروتکل الحاقی که ایران پذیرفت و تعهداتی که در رابطه با بازرسی به امریکایی‌ها در چارچوب برجام داد، در اصل یه پروتکل پلاس بود. سوالی که وجود داره اینه که آزموده را آزمودن خطاست. این ترامپ همون ترامپه. این امریکا همون امریکاست. مشکل ترامپ و امریکا هم نیست. مشکل سیاست قدرته. مرشایمر میگه که سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ ذاتاً ماهیت تهاجمی داره. یعنی چی؟ یعنی به قواعد توجه نداره. پس تو باید بشناسی که این بازیگر، این قدرت بزرگ چه الگوی رفتاری خواهد داشت. متناسب با اون به تعهدات خاصی خودت رو پایبند کنی. اما باید هم بدونی اون یه قدرت بزرگ جهانیه، ما یک بازیگر و قدرت منطقه‌اییم. رویکرد ما دفاعی است، رویکرد او تهاجمی است. 3,700,000 نیروی نظامی داره، 900 میلیارد دلار هزینه سالیانه وزارت دفاعشه.
در مقیاس 10 میلیارد دلار ما میشه 90 برابر. خب یک تکنولوژی برتر، یک به قول معروف تأسیسات فوق صنعتی هم داره. اینجاست که ما باید تمام اینها رو در یک وضعیت موازنه قرار بدیم. بنابراین تهدید وجود داره. برای رسیدن به یک فضای تعادلی هم باید قدرت تو حفظ کنی، هم باید اراده لازم برای رفتن توی یک فضای پرمخاطره چانه زنی دقیق قرار بگیری و هم در فضای میانجیگری. بحث‌های سفر لاوروف به تهران طبعاً پیام رئیس جمهور پوتین رو میخواد به ایران منتقل بکنه و این پیام در تحلیل من یک پیام مبتنی بر رویارویی نیستش، مبتنی بر کنش تعادلی است. و تحلیلی که من دارم اینه که مدار سیاست خارجی ایران در سال 1404 مبتنی بر یک نوع کنش تعادلی و یک نوع موازنه محدود و مرحله‌ای خواهد بود. ایران تمایلی به درگیر شدن نداره. اقداماتی هم که در محیط منطقه‌ای شکل گرفت اقدام متقابل بود و این حق هر کشوری از جمله ایران است که اگر از سوی اسرائیل یا امریکا با سیاست تهاجمی روبرو شد، متناسب با توانی که داره اقدام متقابل انجام بده، به همون گونه‌ای که بعد از شهادت سردار سلیمانی ما اقدام متقابل رو متناسب با قابلیت و قدرتمون به کار گرفتیم و عین الاسد رو هدف قرار دادیم. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر متقی معتقد بودن که ما باید یک کنش تعادلی رو داشته باشیم در این دوره و با حفظ توانایی‌های خودمون در عرصه هسته‌ای به هر حال فضا رو فراهم بکنیم که بتونیم وارد اون فضای پرمخاطره چانه زنی هم با امریکا بشیم و اینجا نقش بازیگران میانجی هم اهمیت داره. دیدگاه حضرت عالی در این زمینه چیست و ما در برابر تهدیدات که اخیراً ترامپ و کابینش دارن در مورد برنامه هسته ایران انجام میدن چه سیاستی رو باید اتخاذ بکنیم؟ خب چند تا نکته رو عرض میکنم. ببینید، نکته اول این که اصولاً دیپلماسی وظیفش این هستش که اون زمینه‌های بروز تنش رو کنترل و مدیریت بکنه. کسی انتظار نداره که دیپلماسی به صورت کلی بیاد و اون احتمال در واقع اون منازعات رو از بین ببره. بنابراین برجام هم قرار بود که تا حدی به مدیریت یکی از پرچالش ترین و پرمخاطره ترین مسائل سیاست خارجی ایران، یعنی مسئله هسته‌ای، کمک بکنه. قرار نبود حل عمیق و ریشه‌ای مسائل ایران و امریکا رو انجام بده، کما اینکه این اتفاق هم واقعا نیفتاد. زمانی آقای مایکل دوران، یکی از مشاوران کنگره امریکا و محققین اصطلاحاً ایران و مسائل خاورمیانه، معتقد بود که برجام مثل این هستش که شما با یک قرص زیر زبونی بخواید یک بیمار سرطانی رو بیاید و درمانش بکنید. خب این امکان پذیر نیست. بنابراین به نظر میرسه که ما راهی جز دیپلماسی نخواهیم داشت و اون چیزی که به ذهن من میرسه، ما یک راهبرد مشتمل بر 2 گام رو بایستی اتخاذ بکنیم. یک گام دیپلماسی اجبار متقابل هست در مقابل اون دیپلماسی اجباری که از سوی امریکا بر ما داره اعمال میشه. معناش چیه؟ معناش این هستش که در واقع در برابر اون تهدیدی که اون میکنه، چون یه عنصر دیپلماسی اجبار تهدید هست، یه بخشش مشوق هست، یه بخشش اون اقدامی که باید انجام بگیرد یا نگیرد.
اون در مقابل اون تهدید ما یک توازن تهدید باید ایجاد بکنیم که من این اسمش رو گذاشتم دیپلماسی اقدام، دیپلماسی اجبار متقابل. وقتی میگیم توازن تهدید برقرار بشه بین ایران و امریکا، معناش این نیست که وزن این تهدید یکسان هست. اون تهدیدی که ما میکنیم با اون تهدیدی که امریکا میکنن، آقای دکتر هم اشاره کردن به توانمندی‌های تکنولوژیک و نظامی امریکا، بلکه معنیش این هستش که اگر اونها واقعا بخوان در واقع اون تهدیدی که میکنن رو عملی بکنن، یعنی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران میتونه هزینه‌هایی رو بر در واقع امریکا بار بکنه، هزینه‌های امنیتی و نظامی و سیاسی، که این به این معنا خواهد بود که اونها در رفتارشون ممکنه تجدید نظری انجام بده. ولی اون گام دوم، گام به تعبیر من دیپلماسی اقناعی هست که ما با چه خود حالا امریکا در صورتی که مجوزهای لازم وجود داشته باشه توسط مقامات عالی، و اگر وجود نداشته باشه در اون حالت ما از طریق واسطه ها، از طریق کشورهای میانجیگر، اروپایی ها، کشورهای منطقه، رابطه ما با عربستان در این شرایط فعلی خب خیلی متفاوت هست از رابطه‌ای که با عربستان در دوره اول آقای ترامپ داشتیم. بنابراین از این امکانات، از این زمینه‌ها میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه روی اون مواضع ترامپ تأثیر بگذاریم و اون موضع مذاکراتی امریکا رو تا حدی بتونیم تغییرش بدیم. اون چیزی که من به عنوان راهبرد ایجابی ایران در مواجهه با امریکا گفتم، شاید فایدهش این هستش که اگر ایران اعلام بکنه که کجاها حاضر به مذاکره هست، کجاها حاضر به مذاکره نیست، احتمالاً اون حس یا غریزه ترامپ برای اینکه یک معامله ای رو ایجاد بکنه و شکل بده تحریک خواهد شد و ممکنه اون کشورهای میانجیگر هم بتونن این دوتا موضع رو با همدیگه به همدیگه نزدیکتر بکنن و چه بسا یک فضای در واقع تعاملی بین ایران و امریکا برقرار بشه. یه نکته دیگه هم که من میخوام عرض بکنم، علیرغم اینکه شاید خیلی ها معتقدن، منم این واقعا نظرم هست، که کشور بیش از حد توانمندی های خودش نبایستی هزینه در مورد برنامه هسته‌ای ایران بده. یعنی برنامه هسته‌ای ایران نباید اینقدر در حوزه سیاست خارجی ایران دیگه فربه و فربه تر از اونچه که الان هست بشه و بار زیادی رو دوش برنامه هسته‌ای ایران بگذاریم. اما یک نوع اجماع نسبی وجود داره که وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران، تأسیسات هسته‌ای ایران، اینها دارایی‌های استراتژیک کشور هست، هزینه‌های زیادی برای کشور داده شده. منظورم هزینه مستقیم نیست، اون هزینه فرصتی که ایران از قبل ورود به این برنامه نصیبش شده یا دچارش شده، این بایستی کاملا حفظ بشه. خب تهدیدات جدی متوجه ایران هست، اون دیگه به تهدیداتی که نیاز هست مثلا از طریق دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی اولا پیشگیری انجام بشه برای مبادرت به چنین حمله‌ای، و دوم اینکه اون ابعاد نظامی، ابعاد مراقبتی و حتی حملات سایبری یا خرابکاری‌های صنعتی که ممکنه اتفاق بیفته و سوابقش وجود داره در سالهای گذشته، اینها رو واقعا نیروهای امنیتی، دستگاه امنیتی جلوش رو کاملا بگیرن که ما این دارایی در واقع هسته‌ایمون رو از دست ندیم. و یک چیزی که شاید مورد اجماع نیست اما میشه در رابطه باش بحث کرد، این حفظ وضعیت آستانه‌ای هسته‌ای ایران هست. یعنی وضعیتی که اگر اراده سیاسی و دستور تصمیم سیاسی وجود داشته باشه، ایران میتونه به سمت سلاح هسته‌ای و تسلیحاتی کردن برنامه خودش حرکت بکنه. یک نگاه وجود داره که ما بایستی این وضعیت آستانه هسته‌ای شدن رو هم سعی بکنیم حفظ بکنیم، چرا که خود این میتونه اتفاقا عامل پیشگیری و در واقع تدافعی برای یک حمله اتفاق بیفته. چون وقتی که شما خودتون رو جای استراتژیست های طرف مقابل قرار میدید، اگر این حالت رو متصور بشن که اگر ما به تأسیسات هسته ایران حمله بکنیم، طبیعتاً این برنامه ها و فعالیت های هسته ایران به سمت مخفی تر شدن و
غیر شفافتر شدن حرکت خواهند کرد و این اون راهی است که ممکنه ایران رو نهایتاً به سمت تصمیم برای تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش در واقع به اون تصمیم برسونه ایران رو و این خودش میتونه عامل بازدارنده برای اون اقدام باشه. سپاسگزارم آقای دکتر مسعودی. پس حضرت عالی معتقدید که ما راهی جز دیپلماسی نداریم و باید یک جور دیپلماسی متقابلی رو در برابر اون دیپلماسی اجبار ترامپ داشته باشیم و در عین حال توانایی‌های هسته‌ای خودمون رو حفظ بکنیم و اون حالت آستانه میتونه در برابر ترامپ و تهدیدهای او ایجاد بازدارندگی بکنه و خب به هر حال نقش میانجیگرها و دیپلماسی منطقه‌ای هم در اینجا به اصطلاح مهم خواهد بود. بسیار سپاسگزارم. ما به انتهای برنامه تقریبا نزدیک شدیم و تشکر میکنم از دو استاد بزرگوار و برای بخش جمع‌بندی من مجدد سوال اصلی نشست رو مطرح میکنم خدمت اساتید که اگر نکته‌ای مانده اساتید اشاره بکنن که با توجه به روی کار آمدن ترامپ و تهدیدهایی که او داره علیه منافع ما به اصطلاح داره، سوال اینجاست که ما چه راهبردی رو میبایستی در برابر او اتخاذ بکنیم تا از میزان تهدیدات کاسته و به میزان به هر حال فرصت‌هایی رو بتونیم ایجاد بکنیم. آقای دکتر متقی اگر در انتها نکته‌ای دارید در خدمتتون هستم. کلاً سیاست خارجی ترامپ رویکرد تهاجمیش قوی‌تر و شدیدتر و عینی‌تر نسبت به بایدن. دو تا رویکرد متفاوت دارن تو حوزه سیاست خارجی. ترامپ یه نگاه مرکانتیلیستی داره، به توسعه قدرت و توسعه اقتصاد نگاه میکنه، جهان رو یک کورپوریشن اقتصادی میدونه، میلیتاریسم رو ابزاری برای حد اکثرسازی قدرت اقتصادی میدونه. بیشترین تهدیدات رو امریکا علیه مکزیک، علیه کانادا، علیه متحدان اروپاییش در دوره ترامپ به انجام رسونده. سوالی که وجود داره اینه که این فرایند طبعاً چالش سازه. یکی از نشانه‌های چالش رو توی کنفرانس مونیخ می‌بینید. صحبت‌هایی که ونس معاون رئیس جمهور آمریکا داشت به هیچ وجه مورد استقبال اروپایی‌ها واقع نشد. این ذهنیت به وجود اومده که امریکا متحدین خودش رو داره در وضعیت بازیگران نیابتی قرار میده. یعنی یک نگاه سلسله مراتبی نسبت به اونها خواهد داشت. برخی از تحلیلگران بحثشون اینه که اروپا بیاد قدرت نظامیش رو افزایش بده، سیاست اتکا به خودش رو ارتقا بده. واقعا برای اروپا امکان پذیر نیست که از چتر امنیتی آمریکا و ترامپ خارج بشند. ولی اروپا همواره سیاستش موازنه و توازن بوده. توی این وضعیت همین تضادهای امریکا با چین، چالش‌های امریکا با کشورهای اروپایی، ستیزه‌جویی‌های ترامپ با کانادا و مکزیک و همچنین همکاری‌های ترامپ با روسیه تمامش میتونه پیامدهای مثبتی برای ما داشته باشه. بحث من این نیست که باید این کار انجام بشه. میگم این فرایند چه پیامدهایی رو به صورت دترمینیستی ایجاد میکنه. بنابراین به هر میزان تضادهای ترامپ با متحدین اروپاییش و با چین افزایش بیشتری پیدا کنه، فضای تنافسی بیشتری رو هم برای ایران ایجاد
خواهد کرد. به همین دلیله که من سال آینده رو پس از این فضای تصاعد چالش ترامپ یک دوران مبتنی بر چند جانبه گرایی، میانجیگری و حتی دیپلماسی چند جانبه من میبینم. این یک فرایند اجتناب ناپذیر در ارتباط با شرایط اقتصادی و راهبردی و امنیتی امروز ایرانه و میتونه یه فرصتی تلقی بشه برای عبور از چالش ها و معمای امنیتی که ما در اون قرار داریم. سپاسگزارم آقای دکتر متقی. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر متقی معتقدند که خب در این دوره به احتمال زیاد تنش‌ها میان اروپا و دولت ترامپ و همچنین چین و امریکا بیشتر خواهد شد و این یک فضای تنفسی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه و ما از طریق چند جانبه گرایی و دیپلماسی چند جانبه میتونیم به هر حال فرصت‌هایی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. رویکرد عزت‌عالی چی هست در بخش جمع‌بندی و اینکه آیا ما چه سیاست‌هایی رو میبایستی در این دوره اتخاذ بکنیم؟ ببینید، فی نفسه خود آقای ترامپ رویکردش نسبت به مسائل سیاست خارجی خب یک رویکرد مدونی نیست که بگیم ایشون یک پیشینه‌ای داشته یا یک در واقع ایده مرکزی در حوزه سیاست خارجی دنبال کرده. از این مواضعی که در این دوره اخیر هم اتخاذ کرده میشه این نوع به هم ریختگی و آشوب در مواضع رو تا حدی از ایشون دید. همونجور که آقای دکتر هم گفتن همه چیز رو معامله محور و مذاکره محور و بدبستان و اینها در واقع مثل یک بیزنسمن و یک تاجر داره رفتار میکنه. این در عین حالی که یه فرصت‌هایی رو داره، یعنی یک نوع عملگرایی، یک نوع نگاه غیر ایدئولوژیک شاید ایجاد میکنه در آقای ترامپ که این شاید میتونه برخی از اون نگرانی‌ها یا دغدغه‌های ایران رو تا حدی در واقع برطرف بکنه و در این حال اون یک دستی نسبی که در کاخ سفید، در مجلس نمایندگان، در سنای امریکا وجود داره، اگر که واقعاً یک گشایشی قرار باشه در روابط اتفاق بیفته بین ایران و امریکا، خب این یک دستیه میتونه شاید کمک بکنه به این که پایداری بیشتری داشته باشه. نمیتونیم بگیم که حتی اگر که یک معاهده‌ای بین ایران و امریکا هم امضا بشه این یک معاهده ابدی و ازلی خواهد بود، اما به هر حال میتونه پایداری بیشتری داشته باشه. این فرصت‌هایی هستش که وجود داره. اما تهدیدات رو من ارجاع میدم به اینکه ما در واقع هم مواضع یه ذره صریحی در رابطه با تهدیدات نظامی متوجه ایران داریم و هم اینکه اصولاً از اون دیپلماسی اجبار آمیز نرم به سمت دیپلماسی اجبار آمیز سخت امریکا در حال حرکت هست و مهمترین عامل در این گذار اون فوریت زمانی هست که وجود داره و با توجه به انقضای برجام احتمالاً خب بایستی یک تصمیم گیری مجددی اتفاق بیفته که همه اون تحریم های بین المللی برنگرده. یک مسئله دیگری که به نظر من تهدیدزا میتونه باشه گذار از توافق با ایران به مثابه کنترل تسلیحات به سمت در واقع دیس آرمامنت یا خلع سلاح هست که این ادبیاتی است که برخی از اندیشکده‌های امریکایی مثل اندیشکده هریتیج این رو در طی سالهای گذشته دنبال کرده. آقای اولی هاینونن که زمانی بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران بود الان محقق اون اندیشکده ها هست، این نظر رو داره اونجا در واشنگتن ترویج میکنه که ما دیگه برجام به مثابه کنترل تسلیحات نیاز نداریم، باید به سمت خلع سلاح هسته‌ای حرکت بکنیم. وقتی که ما اسناد رو بررسی میکنیم، مواضع رو بررسی میکنیم، در مواضع خود آقای ترامپ خب ما این رو نمیبینیم، یعنی یک ابهامی هست همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، این که صرفاً ما میخوایم ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه. اما وقتی که اون بخشنامه یا آیین‌نامه ترامپ رو میبینیم، در واقع درسته که به واژه خلع سلاح اشاره نمیشه، اما خب
در واقع به کنترل حتی اون ابعاد متعارف و غیر متقارن یا نامتقارن برنامه نظامی ایران هم اشاره بشه. این یک هشداری هست برای ایران که در واقع ما موضع طرف مقابل داره به سمت نوعی از خلع سلاح هسته‌ای، تاکید میکنم خلع سلاح هسته‌ای حرکت میکنه. اگر این موضع امریکا باشه، این بزرگترین تهدید متوجه ایران هست که ما بایستی یک راه حلی رو واقعا پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم تاثیرگذار بشیم بر این موضع. و نکته پایانی من این هستش که ما بالاخره یه زمانی بایستی این بحث رابطه با امریکا رو به یک گفتگوی ملی تبدیل بکنیم و در واقع به دنبال این باشیم که یک نوع اجماع جدیتر، اجماع معنادارتر نخبگانی با پذیرش عمومی در جامعه ایجاد بکنیم که در واقع نحوه مواجهه ما با امریکا چه خواهد بود. دیگرانی هم این پیشنهاد رو مطرح کردن که ما یک دفتر اقدام امریکا، یک گروه اقدام امریکا درست بکنیم، حالا چه ذیل شورای عالی امنیت ملی یا هر نهاد دیگری که وجود داره و همه نهادهایی که دخیل هستن در مسئله ایران و امریکا بتونن در واقع در اونجا مشارکت بکنن. اون وظیفه‌ش این باشه که یه راهبرد مدون ایجابی رو برای مواجهه با امریکا تدوین بکنه و در واقع همه هم سعی بکنن که از اون حمایت بکنن و اون در رابطه بین ایران و امریکا بتونه مبنای کار قرار بگیره. سپاسگزارم آقای دکتر مسعودی. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر متقی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر حیدرعلی مسعودی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی. از همه شما عزیزانی هم که ما را همراهی کردید تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.